الهی آمین شود هر آنچه که میپنداری. در کنارتونم با یه فال ترکیبی دیگه. برای رسیدن به آرزوی قلبیتون کد جادویی 666 رو کامنت کنید و این پست رو برای دوستانتون ارسال کنید. عنصر آتش، فروردین، مرداد، آذر. روی هر نیتی که دارید براتون برآورده شدن آرزو میبینم. اگر توی رابطه احساسی هستید و توی اسم طرف ه الف دال و آقایی هست با پوست روشن چشم کشیده، میبینم که دوستتون داره و بهتون فکر میکنه و از رابطه با شما خیلی خوشحاله. اگر سه نام هستید براتون یه سری دودلی ها در ارتباط با مسائل احساسی میبینم که انگار بین انتخاب دو نفر مردد موندی و خیلی سردرگمی. اگر متأهل هستید میبینم که انگار همسرتون خیلی نسبت به زندگی مشترک دودل شده. اگر مطلقه هستید یا جدا شدید براتون یه پیشنهاد محکم کردن رابطه احساسی میبینم، یه جور پیشنهاد محرمیت. یه امضای سند اداری میبینم براتون که خیلی منتظرش بودید و براش خیلی دوندگی داشتید. یه پول عدد 4 به دستتون میرسه، پولی که حالت صندوق خانوادگی داره یا برنده شدن توی قرعه کشی. از سمت یه آقای بالای 35 سال با حروف اسمی ه ی میم یه کاری براتون انجام میشه که بهتون قول داده بود. یه جلسه شرکت میکنید که برای حل مشکلی هست که به خیر خوشی ختم میشه. اگر فنام هستید مثل فرهاد یا فروغ براتون رقیب میبینم. یه قبولی آزمون دارید که خیلی بابتش خوشحال میشید و ثمره تلاشتون رو به دست میارید. عنصر آب، تیر، آبان، اسفند. تغییر و تحولات مثبت کاری در پیش دارید. یه سنگینی و بستگی میبینم که انگار خیلی براتون درد سرساز شده. انگار هر برنامه‌ای دارید به بنبست میخوره. حتما باید نسبت به برطرف کردن این سنگینی اقدام کنید. یه جور دودلی توی رابطه احساسی دارید که انگار بابت مسائل جنسی است. یه جورایی انگار اواخر احساس کردید که طرف شما رو فقط برای مسائل جنسی میخواد که باعث شده خیلی به هم بریزید. یه پیشنهاد جدید احساسی میبینم براتون از سمت آقای که توی حروف اسمیش ر یا ز، ب یا پ باشه و پوست روشن و چشم گرد و درشت داره. آدم قابل اعتماد و خوبی است. احتیاط و هشدار میبینم براتون در ارتباط با از دست دادن یه پولی توی روابط کاری و مالی، پس بهتر بیشتر مراقب باشید. امضای سند خودرو میبینم براتون، ماشینی که میتونه رنگ مشکی یا تیره باشه. اگر دنبال کار هستید براتون پیدا شدن کار جدید میبینم. اگر توی حروف اسمیتون الف میم ر هست براتون یه زنگ و پیام از سمت کیس احساسی میبینم. عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور، دی. برای مجردین روی موضوع ازدواجی یه طلسم و دعا میبینم. انگار مسیر ازدواجیتون خیلی سخت است و هر بار به یه مشکلی برخورد میکنید. یه جورایی انگار توی خانواده یه فردی که بیشتر میتونه پدر خانواده باشه مخالفت میکنه با ازدواج شما. انگار یه اقداماتی هم کردید نسبت به رفع این دعا و طلسم. من براتون حل شدن مشکل میبینم و 100% ازدواج هست براتون. یه مقدار میبینم که کارها براتون کند پیش میرن. یه خطر تصادف میبینم براتون، بهتره بیشتر مراقب باشید. توی مسائل کاری یه مقدار گره افتاده و چرخ اقتصاد برات خوب نمیچرخه. میبینم که توی 4 وعده آینده مشکل اقتصادی براتون حل میشه. یه ملاقات مالی دارید که پول عدد 3 به دستتون میاد برای کارهای آزاد. اگر ش یا سه نام هستید و یه مدتی از خرابی رابطه دارید، من میبینم که انگار بر اثر شک‌ها و گیر دادن‌های خودتون رابطه خراب شده باشه. طرف دوستتون داره و خیلی مشتاق است که با هم باشید. زنگ و پیام میبینم از سمتش توی وعده 7 و شروع مجدد رابطه دارید. برای متأهلین شرکت توی مراسم خواستگاری میبینم که انگار از نزدیکانتون باشه. یه خانومی رو میبینم که خیلی مش میدونه و دوست نداره این وسط سر بگیره. بهتره یه فکری به حالش کنید. خانومی که حالت را یا دا آخر اسمش باشه، مثل آیدا یا سمیرا. عنصر هوا، خرداد، مهر، بهمن. یه جور پنهانکاری میبینم ازتون برملا میشه. انگار مدتی از در کنار رابطه احساسی که دارید با یه فردی هم توی محیط کار آشنا شدید که کم کم داره رابطه جدی میشه. بهتره مراقب باشید. میبینم که انگار طرف قصد و نیت خوبی نداره. یه درخواست انتقال محل کار دادید که جوابش میاد براتون و باهاش موافقت میشه. اگر توی اسم کیس احساسی الف نوندال هست میبینم که انگار یه جر و بحثی بینتون پیش میاد. خیلی دودلی و دلشوره دارید توی موضوع احساسی. انگار شک زیادی دارید به کسی که باهاش در ارتباط هستید و در تلاشی مچش رو بگیری. قصد یه سرمایه گذاری داری که برات شانس و موفقیت بالایی توش میبینم که توی وعده 1 بابتش یه قراردادی امضا میکنی. یه موضوع ارث و میراثی هست که مدتی درگیرش بودی. برات مثل یه معجزه حل میشه و از دردسرهایی که برات درست شده راحت میشی. کیس احساسی تو میبینم خیلی درگیر موضوعات مالی هستش و انگار تو یه خواسته ای ازش داری که نمیتونه انجام بده. کات عاطفی دارید بابت همین موضوع. برای متأهلین بارداری میبینم توی وعده 10. خیلی سونوگرافی کارتا دقیق نیست اما میبینم که بچه دختر است. یک پیشنهاد شراکت دارید که خیلی خوبه از طرف یه خانومی که حالت بالای 50 است، عینکی با قد کوتاه، حروف اسمی میم و الف. حتما بابتش با یه آدم خبره مشورت کنید.